سلام، احسان هستم. مجددا برگشتیم با یه ویدیوی دیگه. امروز میخوایم با هم دیگه آموزش چک باکس رو یاد بگیریم که توی کارهای شخصیتون، توی پروژه هاتون میتونه کاربرد داشته باشه. فقط یه نکته وجود داره، این ویدیو توی دو قسمت مختلف ضبط شده، توی دو تا تاریخ مختلف. علتش هم اینه که توی قسمت اول ما از ورژن قدیمی 2013 استفاده کردیم. یه فانکشنی مورد نیازمون بود که توی ورژن قدیمی نبود، تو ورژن 2021 بودش و ما مجبور شدیم که اکسلمون رو آپدیت کنیم. امیدوارم که عزیزان این ویدیو لذت ببرید. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. خب سلام مجدد. امروز میخوایم با هم نحوه ایجاد کردن چک باکس رو توی اکسل بهتون آموزش بدم و با هم ببینیم که چه کارهایی میشه باهاش انجام داد و چه مزیتایی رو برای شما داره و چقدر کارتون رو راحت تر. برای انجام این کار اول میاین توی این قسمت این تب ها رو، یه دونه این تب ها راست کلیک میکنید، از گزینه کاستومایز ریبان این پنجره رو باز میکنید، اکسل آپشن، و از این قسمت که زده مین تابز میایین روی گزینه دیولپر و تیکشو میزنید اینجا. اوکی. این کاری که انجام دادید یه تب دیولپر براتون باز میشه، روش چپ کلیک میکنید، ببینید که گزینه‌های زیادی داره. ما با این گزینه کار داریم، اینسرت رو میزنیم، میایم اینجا و میبینیم که چک باکس روش که وایسیم برامون میاره، داره چک باکس، روش چپ کلیک میکنیم، میایم اونجایی که میخوایم و میکشیمش، میندازیمش اینجا، با این تکونش میدیم و هم میکشمش. ببینید که بزرگتر که میشه این اعدادش هم به اصطلاح بزرگتر میشه. خب من میخوام اینا رو پاک کنم و فقط از خود چک باکسش اینو اینجا میزنم. حالا ببینید که این به این صورت این وسط قرار گرفته. حالا اگه من میخوام تکونش بدم به چه صورت؟ میام روش کنترل رو نگه میدارم، یه چپ کلیک میکنم و میبینید که سلکت میشه برای من. اینجوری کوچیکش میکنم، میگیرمش میارمش این وسط. حالا اگه کنترل هم نخواستید بگیرید، روش اگر راست کلیک بکنید هم میتونید که انتخابش بکنید. خب برای بقیه اینا هم به همین صورت میتونید که از این گزینه استفاده کنید، یا راه راحت ترش اینه که این بیاین این گوشه، این که به قول معروف گفتنی به این صورت مشکی شد بگیرید و بکشید تا پایین و بیاد تا پایین، به همین راحتی کپی بشه. یا یه کار دیگه ای که میتونید بکنید، از همین جایی که هست من شیفت رو میگیرم، خونه هایی که میخوام انتخاب میکنم و در نهایت کنترل دی رو میزنم و پیست میشه. خب حالا به این صورت برای شما این باکس ها ایجاد شد و میتونید توش اینجوری بزنید، تیک بزنید، تیک بخوره. و حالا ما میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم که یه مقدار سرشکل ظاهری این چک لیست ما قشنگ‌تر بشه. اینجا میتونیم یه آیتم اضافه کنیم به نام کارهایی که مثلا انجام شده یا نتیجه. مثلا نتیجه فارسیش کنم، نتیجه، و میخوام اینجا ترو و فالس برام نشون بده، یعنی وقتی که من این نتیجه رو زدم برای من ترو فالس نشون بده. چه کار میکنم؟ روی این میخوام لینک کنم، یعنی وقتی اینجا تیک خورد اینجا به من ترو بده، اگه تیک نخورد به من فالس بده. میام روش روی این راست کلیک میکنم، گزینه آخر فرمت کنترل، میاد این قسمت این پنجره برامون باز میشه. اینجا اگه اینو بزنید 3D شیدینگ قیافش براتون 3D میکنه، عوضش میکنه. حالا کاری نداریم، میایم تو این قسمت سل لینک چپ کلیک میکنیم، این گزینه رو میزنیم، این صفحه باز میشه، میگه که اون سلی که میخوای رو انتخاب. من با چپ کلیک انتخابش میکنم، مجددا روش میزنم و اوکی. خب همینطور که میبینید هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی خب حالا بریم ببینیم که به چه صورت میشه. من داخل این تیک میزنم و میبینید که برای من ترو میاره، برمیدارم فالس میاره. برای بعدی هم همینجوری دوباره میتونید اینجا راست کلیک بکنید یا اینکه
کنترل رو نگردید روش بزنید و مجدد کنترل 1 رو بزنید، این صفحه باز میشه و مجددا به همین صورت میتونید که اینجا اینو انتخاب کنید و اوکی بزنید و ببینیم که به چه صورت میشه. بله اینم کار کرد. حالا یه راه آسان‌تر هم وجود داره برای اینکه ما بخوایم اینو به این یکی لینک بکنیم و اون چیه؟ میایم روش وای میستیم، کنترل رو نگه میداریم، انتخابش میکنیم، میایم توی این قسمت مساوی رو میزنیم و سلی که میخوایم بهش لینک بشه رو انتخاب میزنیم اینتر و تمام و میبینید که به چه زیبایی لینک شد. بعدی رو به همین صورت من کنترل رو میگیرم مساوی و سلی که میخوام انتخاب کنم، اینتر رو میزنم و میبینید که بله به درستی برای من انجام شده. خب حالا من میخوام اینجا یه آیتم دیگه اضافه کنم به نام اقداماتی که انجام شده. من اینجا میزنم انجام شده، این کارهایی که چند تا کارمون انجام شده به چه صورت. میام اینجا و از فانکشن ها اینجا من استفاده میکنم، میام توی این قسمت میزنم و از فانکشن کانت ایف میخوام استفاده کنم. تایپ میکنم کانت ایف گو رو میزنم و ببینید که برام میاره، اوکی میکنم، باز میشه اینجا برای من فانکشن کانت ایف. حالا گفته که رنج رو انتخاب بکن اینجا برای من. خب تو قسمت رنج من این قسمت رو وارد میکنم و تو قسمت کریتریا قسمت ترو، یعنی کارهایی که انجام شده رو میخوام بهم نشون بده، اوکی میکنم و میبینید که به چه صورت به من نشون میده که 4 تا کار انجام شده. حالا من میخوام اینا رو به صورت درصد بهم نشون بده. برای اینکه درصدی بخوام بهم نشون بده، ادامه این فرمول یه فرمول دیگه اضافه میکنم و به این صورت که میگم تقسیم بر فرمول کانت A رو من میخوام اینجا اضافه کنم. کانت A رو میزنم، پرانتز باز میکنم و این آیتم هایی که کارهایی که هست رو انتخاب میکنم، پرانتز رو میبندم و اینتر رو میزنم. ببینید که 25 صدم 75 و یک. حالا اگه بخوام به صورت درصد بهم نشون بده، با همین قسمت نامبر درصد رو میزنم و ببینید که 75 درصد 50 درصد به این صورت بهم نشون میده. حالا من میخوام اینو یکم زیباترش کنم که قشنگتر بهمون نشون بده، واضحتر بشه قسمت درصدیش. میام توی این قسمت کاندیشنال فرمتینگ چپ کلیک میکنم، دیتا بار رو میام سولید فیل رو انتخاب میکنم و چپ کلیک مجددا میام روش توی قسمت منیج رولز چپ کلیک میکنم، ادیت رولز رو میزنم، میام توی این قسمت میزنمش روی نامبر، اینم ماکسیمومش هم میزنم روی نامبر و 100 اینجا عدد 100 و درصد رو وارد میکنم و اوکی میکنم. اینجا هم اوکی و میبینید که حالا به چه صورت در اومد. من اگه اینا رو به این صورت بکنم بذارم و بردارم، میبینید که چه تغییری توی این باکس ما حاصل میشه. خب از اینجا ما وارد مایکروسافت 2023 میشیم و این قسمت که میخوام براتون توضیح بدم برای ورژن 2023. حالا ما چه کار میخوایم بکنیم برای اینکه زیباتر بشه این چک لیستتون و اینکه خیلی شکیل‌تر به نظر بیاد، کاراتر باشه، شما میتونید یه قسمتی اضافه کنید به نام کارهایی که انجام نشده. یعنی این قسمتایی که باید انجام میشده تیک خورده، اونایی که تیک نخورده رو براتون نشون بده. کارهایی که اقدامات که باید انجام میشده ولی انجام نشده. خب من توی این قسمت میام اینجا یه تیتر اضافه میکنم به نام کارهای انجام نشده.
یا حالا کارهای باقی مانده یا حالا هر چی میام زیرش. از اینجا من از یه دونه فانکشن استفاده میکنم به نام فانکشن فیلتر. اگه نیست اینجا یادداشت کنید. فقط چیزی که هست این فانکشن فیلتر توی 2023 اضافه شده، یعنی توی ورژن قبلی نیست. توی من 2013 داشتم، تو 2016 هم چک کردم نبود، توی اکسل 2023 که اکسلتونم دیگه همه میدونید از کجا میتونید آپدیت کنید به صورت رایگان. من خودم از سایت صاف 98 آپدیت کردم اکسلمو. اوکی میزنم. 3 قسمت داره. قسمت اول داده اری، میگه رنجی که میخوای از توش فیلتر بشه انتخاب. خب من میخوام از این قسمت کارهایی که باید انجام میشده مثلا انتخاب میکنم لیستمون، یعنی کارهایی که اینا مثلا انجام نشده است، مثلا شکلات آقا خریده شده نشده اینا میخوام برام چیز بشه. بعد میگه شامل اینکلودی که میزنه میگه شامل چیا باشه. خب من میخوام از اینجا برای من نتیجه گیریشو بندازه. این قسمت رو میگیرم و روبروش مساوی میزنم، میگم مساوی با کیورد انگلیسی بشه، میگم اگر مساوی بود با فالس اینجا به من نشون بده. و تو این قسمت هم میگه اگر خالی بود چی، میگم اگر خالی بود چیزی به من نشون نده. دوتا کوتیشن میذارم اینجا و اوکی. خیلی زیبا. شما میدید الان شکلات و کشمش تیک نخورده. من الان تیکشو بزنم مثلا این میره، اینم بزنم دیگه هیچ کدوم نیست. خیلی قشنگ و زیبا. شما یه لیست بلند بالا داری، یه سری تیک خورده، یه سری انجام نشده، لیست بالا بلنده. این قسمت توی این ستون میتونی متوجه بشی که کدوم کارا انجام نشده. حالا میخوای این ورم نباشه، مثلا اینجا هم نشون داده نشه، شما میتونی نتیجه رو که این بالا خیلی راحت دیلیت کنی. ولی این پایینو دو تا راه داری. یکی این که بیا اینجا مثلا رنگش بذاری روی سفید که نشون داده نشه، یا یه کار دیگه کنترل 1 میزنید این صفحه فرمت سل باز میشه، یا با راست کلیک فرمت سل میاری، فرقی نمیکنه. میاد تو قسمت کاستوم جنرال، این جنرال رو دو تا چپ کلیک روش میکنی و 3 مرتبه سیمیکالون رو میزنی. 3 مرتبه سیمیکالون رو میزنی. اوکی. و میبینید که نیست دیگه، اینجا هست ولی نکن این بالا فالس رو میاره. هستش ولی نشون داده نمیشه که کار شما تمیزتره. اینجا من بزنم میبینید که اجرا میکنه. خیلی زیبا و خیلی قشنگ. خب امیدوارم که این آموزشم براتون مفید واقع بشه. دوست داشته باشید. ممنون میشم که لایک سابسکرایب کنید کانالو و اینکه انتقادات و پیشنهادات شما رو ما گوش میکنیم، استفاده میکنیم. خیلی خوشحال میشم که تو قسمت کامنت ها بهم بگید که اکسل رو ادامه بدم، پیشرفته تر ادامه بدم، یا اینکه برم سراغ نرم افزارهای دیگه. ممنون میشم اگه نظرتون رو برام بذارید. خیلی ممنون و تشکر.